فکر کن 15 سال از گم شدن بچه‌ت گذشته. پسر 12 ساله‌ای که بری کمک به خرج خانواده میرفت تو خیابونا و روزنامه پخش میکرد. تو تمام این 15 سالو با بدبختی و درد و گریه گذروندی تا اینکه یه شب حوالی ساعت 2:30 شب در خونتون به صدا در میاد. بلند میشی و در رو باز میکنی و تمام بدنت جوش میاره. یه مرد 27 ساله رو میبینی که خیلی به پسرت شباهت داره. قلبت میخواد از سینه بزنه بیرون، نفست بهم میاد، چون اون مرد شبیه همون پسر گم شده خودته. پسرت با ترس بهت میگه مامان به هیچ کس هیچی نگو، جیغ نزن، اگر به کسی چیزی بگی اونا قطعا منو میکشن. بعدشم برای اینکه بهت اثبات کنه پسرته، لباسش رو بالا میزنه تا جای ماه گرفتگی رو که فقط خودت و اون در جریانش بودی رو بهت نشون بده. اون چند دقیقه رو جلوی در باهات صحبت میکنه. یه نفرم پشت سر منتظر بود تا حرفتون تموم بشه. اون ازت میخواد در مورد این ملاقات با هیچ کس صحبتی نکنی. بعدشم میره تو تاریکی ناپدید میشه و دیگه هیچ خبری از اون پسر نمیشه. این قسمتی که براتون تعریف کردم یه فیلم سینمایی یا یه داستان الکی نیستش، بلکه عجیب ترین و ترسناک ترین پرونده کودک ربایی تاریخ آمریکا. پرونده‌ای که پای مافیا و سیاستمدارا رو وسط قضیه باز کرد. پس برای شنیدن این کابوس واقعی با من همراه باشید. سلام، من مرتضی هستم و اینجا برای ترسه. بدون معطلی بریم سراغ پادکست امشب. جانی گاش یه پسر 12 ساله مؤدب و باهوش بود که توی محله خیلی آروم و امن تو شهر دیماین زندگی می‌کردن. جانی یه کار نیمه وقت داشت. صبح‌ها قبل از اینکه خورشید طلوع کنه بیدار می‌شد و روزنامه‌ها رو با گاری قرمز رنگش تو محله پخش می‌کرد. اون بیشتر اوقات با پدرش این کار انجام میداد تا بتونه کمک خرج زندگیشون بشه. سرانجام تو روز 5 سپتامبر 1982 اون تصمیم میگیره که برای اولین بار این کارو تنهایی انجام بده. صبح زود بیدار میشه و قلاده سگش رو دستش میگیره و روزنامه رو بار گارش میکنه و حرکت میکنه به سمت محله. اون میره دیگه هیچ وقت به خونه بر نمیگرده. چند ساعت بعد سگ جانی با قلاده پاره شده و وحشت زده برمیگرده خونه. دو کوچه پایین‌تر گاری قرمز رنگ جانی رو پیدا میکنن که هنوزم پر از روزنامه بود. اون گاری تو پیاده رو رها شده بود، اما از خود جانی هیچ خبری نبود. این تازه شروع ماجرای امشب ماست، چون جانی آخرین پسری نبود که تو خیابونای دیماین ناپدید شد. انگار یه الگوی وحشتناک داشت یواش یواش شکل میگیره. الگویی که تا سالها بعد هیچ کس جرئت نکرد در موردش صحبت کنه. وقتی مادر جانی به پلیس زنگ میزنه تا گم شدن بچه‌ش رو اعلام کنه، با یه جواب مسخره از سمت پلیس مواجه میشه. پلیسا بهش میگن خانم آروم باشید، قانون میگه باید 72 ساعت بگذره تا ما بتونیم دنبالش بگردیم. احتمالاً پسرتون از خونه فرار کرده یا یه جایی مشغول بازیه. مادرش به پلیسا میگه فرار؟ مگه میشه که اون گاری پر از روزنامه‌ش رو ول کنه و از این عجیب‌تر سگ مورد علاقه‌ش رو ول کنه و فرار کنه؟ به نظر شما این امکان پذیره؟ مادر جان وقتی که دید هیچ کاری از پلیس بر نمیاد، خودش یه تنه دست به کار شد. اون یک کمپین بزرگ رو انداخت که کل آمریکا رو تکون داد. نورین یک کاری کرد که برای اولین بار تو تاریخ آمریکا اجرا شد. اونم این بود که عکس یه بچه گم شده رو پاکت شیرهای پاستوریزه چاپ کرد. اون با این کارش باعث شد هر کسی تو هر نقطه‌ای از آمریکا وقتی شیری میخره تو چشمای جانی نگاه کنه و چهرش رو بشناسه. اما انگار اونا هرچی تلاش میکردن و بیشتر میگشتن، جانی از اونا دورتر میشد. شاید شما مثل همه فکر کنید این فقط یه آدم ربایی ساده بود، ولی سخت در اشتباهید. چون فقط جانی تنها نبود. دقیقاً 2 سال بعد تو آگوست سال 1984 یه پسر 13 ساله دیگه به اسم یوجین مارتین که اونم اتفاقاً روزنامه رسان محله بود به طرز عجیبی گم شد و دیگه ازش خبری نشد. عجیب‌تر این بود که دوباره 2 سال بعد این الگو تکرار شد. توی مارس 1986 یه پسر دیگه به اسم مارک آلن تو همون منطقه ناپدید شد. مردم شهر تو وحشت مطلق فرو رفته بودن. دیگه کاملا مشخص بود که اینا از یه اتفاق ساده بر نمیان. انگار که یه شبکه مخوف و سازمان یافته
داشتن محله‌های آروم دیموین رو تبدیل می‌کردن به شکارگاه بچه‌ها و پلیسام همچنان هیچ کاری از دستشون بر نیومده بود. خانواده جانی تو اوج ناامیدی بودن. هیچ خبری از پلیسا نبود یا هیچ سرنخی رو هنوز پیدا نکرده بودن تا بعد از گذشت یه مدتی کم کم یه سری سرنخ پیدا شد که بیشتر شبیه شکنجه بود برای خانواده. تو سال 1985 یعنی 3 سال بعد از گم شدن جانی، یه زن جوون تو شهر سوسیتی یه اسکناس $1 پیدا میکنه که اولین سرنخ این پرونده میشه. روی اون پول نوشته شده بود من زنده‌ام، جانی گاش. این زن این اسکناس رو به پلیس میرسونه و متخصصای خط‌شناسی بعد از بررسی دقیق با کمال تعجب تایید میکنن که این دستخط خود جانی بوده. تو همون روزها تماس‌های ناشناسی با مادر جانی گرفته میشه. آدمایی که ادعا میکردن عضو مافیای قاچاق هستن و در ازای گرفتن صدها هزار دلار میتونن بچهش رو بهش برگردونن. مادر جانی تلاش کرد با اونا ارتباط بگیره، حتی به بعضی از اونا پولم داد، اما آخرش مشخص شد که اونا یه مشت کلاهبردار کثیف بودن که داشتن از سادگی مادر سوء استفاده میکردن. این سرنخ‌های عجیب فقط شروع ماجرا بودن، چون چیزی که چند سال بعد رو شد پرونده رو از یه آدم ربایی معمولی به یکی از تاریک‌ترین و سیاسی‌ترین پرونده‌های آمریکا تبدیل کرد. پرونده جانی همینطور که داشت تو کشوی پلیسا خاک می‌خورد، یه خبر مثل بمب تو آمریکا ترکید. پای یه نفر به این پرونده باز شد. یه زندانی به اسم پل بوناشی ادعا کرد که تو دزدیدن جانی دست داشته. اون بعدها ادعا میکنه که جانی توسط یه باند قاچاق خیلی بزرگ دزدیده شده. باند قاچاقی که حتی سیاستمدار و فرماندارای آمریکا هم توش دست داشتن. این یه ادعای خیلی بزرگ بود که پل تو دادگاه اون رو اعلام کرد. پلیس اولش گفت که این مرد توهم زده و دیوونه است. پلیسا میگفتن اون برای جلب توجه داره این دروغا رو میگه. اما وقتی پل رو آوردن دادگاه، چیزایی رو گفت که بازپرسام خودشون هنگ کردن. اون یه سری اطلاعاتی داشت که غیر از مادر جانی هیچ کس از اونها خبر نداشت. مثل جای زخمی که روی زبون جانی بود و غیر از مادرش هیچ کس از اون خبر نداشت، یا اطلاع از همون ماه گرفتگی که فقط خود جانی و مادرش از اون خبر داشتن. یه ادعای عجیب پلم این بود که میدونست وقتی جانی تحت استرس قرار بگیره لکنه زبون میگیره و این نکته چیزی بود که جز خانواده جانی هیچ کس ازش خبر نداشت. اینجوری بود که این پرونده هر لحظه داشت عجیب تر میشد. البته باید صادق باشیم، خیلی از خبرنگارا ادعا داشتن که اطلاعاتی که پل داره شاید از آشناها گرفته و میخواسته از خانواده اخاذی کنه. این پرونده به اندازه کافی عجیب هست که بعد از گذشت این همه سال هنوز نشه به قطعیت گفت که کی داره راست میگه و کی داره دروغ میگه تو این پرونده. با وجود تمام این اعترافات، پلیس فدرال حاضر نشد پرونده قاچاق سازمان یافته رو ثبت کنه. ناگهان همه چیز توی سکوت مرگبار فرو رفت. 15 سال از گم شدن جانی گذشته بود. یه اتفاق عجیب افتاد. ساعت حدوداً 2:30 نصف شب بود که در خونه جانی اینا را زدم. نورین مادر جانی با چشای پف کرده رفت در را باز کرد. چیزی که دید واقعا براش عجیب بود. یه مرد حدوداً 27 ساله باشه بود. نکته عجیب این بود که خیلی شبیه جانی بود. حالت چشماش، حالت لب و دهنش. مادرش باور کرد که پسرش بعد از 15 سال برگشته. نورین میخواست جیغ بزنه، میخواست بغلش کنه و سری پلیس رو خبر کنه، اما جانی دستش رو گرفت و گفت به هیچ کس نباید چیزی بگی. اگر کسی بفهمه که من اومدم اینجا، اونا خیلی سری من رو میکشن. جانی پیرنش رو بالا زد و ماه گرفتگی روی سینه‌اش رو به مادرش نشون داد. اونا حدوداً 1.5 ساعت با هم حرف زدن. نورین ادعا میکرد جانی هی برمیگشت و به پشت سرش نگاه میکرد، همون جایی که اون مرد مشکوک پشت سرش واسطاده بود و هی با سر به هم علامت میدادن. بعد از گذشت حدوداً 1.5 ساعت جانی میرو از مادرش خداحافظی میکنه. بعدش هم تو تاریکی شب ناپدید میشه و دیگه هیچ وقت خبری از جانی نمیشه. بعد از این قضیه نورین دیگه هیچ وقت نتونست پسرش رو ببینه. خیلیا گفتن نورین دیوونه شده و توهم زده، اما نورین توی دادگاه قسم خورد که اون مرد جوون پسر خودش یعنی جانی گاش بوده. شاید فکر کنید این ماجرای عجیب به همینجا ختم میشه، اما سخت‌تر اشتباهه. ماجرا بازم عجیب تر میشه. تو سال 2006 وقتی نورین داشته برمیگشته خونش، یه بسته عکس سیاه و سفید رو پادری خونش پیدا میکنه. عکسایی که با دیدنشون خون تو رگاش یخ میزنه.
عکس چند تا پسر بچه جوون که دست و پاشون رو بسته بودن. یکی از اون پسرایی که دست و پاش رو بسته بودن پسرش جانی کاش بود. دقیقاً با همون لباس گرم کنه که روز دزدیدنش تنش کرده بود. جانی 12 ساله تو اون عکس‌ها واضح مشخص بود. هیچ وقت مشخص نشد که کی این عکس‌ها رو جلوی درشون گذاشته بود. آیا اینا یه هشدار بود یا اینکه یه تهدید بود که مادرش بیشتر از این قضیه رو جلو نبره؟ باز هیچ چیزی از این پرونده مشخص نشد. با تمام سختی‌های این پرونده، نورین گاش یعنی مادر جانی هیچ وقت ناامید نشد و از پا نستاد. اون تمام تلاششو کرد. کمپینای بزرگی رو انداخت. وقتی میدید که پلیس کاری نمیکنه و سیاستمدارا جلوی پرونده رو میگیرن، هی تلاشش رو بیشتر میکرد. اون حتی تونست با زحماتی که کشید اون قانون مسخره 72 ساعت بعد از گم شدن رو از قانون آمریکا برداره. قانونی که بعدها به قانون جانی کاش تغییر پیدا کرد. یعنی همون قانون مسخره 72 ساعت. قانونی که میگفت وقتی بچه گم شد باید 72 ساعت بگذره تا نیروی انتظامی بره دنبال اون بچه بگرده. با تلاش‌های مادر جانی شاید خود جانی برنگشت. با این قانون بچه‌های خیلی زیادی بعد از آدمربایی پیدا شدن. پرونده جانی اونقدر عجیب و تاریک بود که پای مستندسازا و کتاب نویسا به این پرونده باز شده. یه مستند خیلی جذاب تو سال 2014 از این پرونده ساخته شده که دیدنش خالی از لطف نیست. اسم این مستند چه کسی جانی رو برده و تو سال 2014 منتشر شده. توی این مستند مصاحبه‌های واقعی با نورین، نوارهای ویدیویی دهه 80 و اعتراف‌های هولناک افراد مرتبط با این پرونده رو توش می‌بینید. این مستند زیبا میتونه خیلی جذاب باشه براتون. همچنین خود مادر جانی کتاب نوشته که توش اطلاعات جالبی داره. اگر دوست داشتید میتونید از اینترنت دانلود کنید و اون کتاب رو هم مطالعه کنید. این پرونده خودش عجیب بود ولی نکات عجیبی هم هی بهش اضافه میشد. با اینکه پل بوناشی ادعا کرد که تو آدمربایی دست داشت و اسم خیلی‌ها رو آورد ولی هیچ کس تو این پرونده دستگیر نشد. این به خودی خود این پرونده رو عجیب تر میکنه. دادستانی فدرال میگفت مدارک کافی موجود نیست. برخی از افرادی که پل بوناشی اسمشون رو آورده بود قبل از اینکه بازجویی بشن یا فوت کرده بودن یا خودشون رو گم و گور کرده بودن. شاید برای شما عجیب باشه. به خاطر همینه که این پرونده یکی از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین و کثیف‌ترین پرونده‌های تاریخ آمریکاست. الانی که حدوداً 30 خورده سال از پرونده دزدی جانی میگذره، یه سری افراد تئوری‌های جالبی دارن که خالی از لطف نیست که با هم مرورشون کنیم. تئوری اول، یه سری هنوز اعتقاد دارن که یه باند قاچاق بزرگ جانی رو دزدید و هنوزم جانی رو زنده نگه داشته و پیش هموناست که به شخص نظر خود منم همینو. به نظرم جانی هنوز زنده است. یه عده اعتقاد دارن که جانی خودش فرار کرده که اصلا منطقی نیست. یعنی اون تو بچگی فرار کرد و هنوزم هیچ کس نتونسته اونو پیدا کنه. این نکته خیلی عجیب و به نظر من کاملا دور از ذهنه. یه سری هم اعتقاد عجیب تری دارن که با هم دیگه بررسیش میکنه. دسته سوم اعتقاد دارن که اینا همش یه بازی روانی بوده. اونا اعتقاد دارن که جانی تو همون روزایی که دزدیده شده جونش رو از دست داده و تمام این مدارک و ماجرا مثل پیدا شدن اون اسکناس یا تماس‌های وحشتناکی که با مادرش برقرار میشد ساخته ذهن کلاهبرداراست و بعضی‌ها اعتقاد دارن که مادر جانی هم داره دروغ میگه، هیچ وقت اون قرار شبونه رو با جانی نداشتن. ولی از تمام این فرضیات که بخوایم بگذاریم، بزرگترین قربانی این پرونده نه خود جانی بلکه خانواده جانی بود. اون پدر و مادر عاشقی که بچه‌شون رو با عشق بزرگ کردن در نهایت از هم جدا شدن چون هیچ کدومشون نتونستن گم شدن جانی را حذف کنن. نکته جالب دیگه اینه که تا همین الان پرونده جانی کاش باز و جزو پرونده‌های حل نشده دنیاست. هیچ کس نفهمید اون شب تو آپارتمان نورین واقعا چه اتفاقی افتاد. آیا واقعا اون مادر و پسر بعد از گذشت چند سال تونستن همدیگه رو ببینن یا همش یه توهم بوده؟ حالا شما به من بگید واقعا به نظرتون جانی زنده است یا اینکه تو همون روزای اول جونش رو از دست داده؟ به نظرتون اون ملاقات مادرش توهم بوده یا واقعیت؟ نظرتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید چون به شخصه برای من خیلی جالبه که نظرتون رو در مورد پرونده ها بدونم. خب دوستان، به آخر این پرونده رسیدیم. اگر دوست دارید باز از این سبک ویدیوها ببینید حتما چنل برای ترس رو سابسکرایب کنید. این کارتون به من انرژی میده که بتونم پرونده‌های بهتری رو براتون بسازم و شما خودتونم ویدیوهای جدید من رو از دست ندید. ازتون تشکر میکنم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو پادکست بعدی، بدرود.